خورسند هستیم که شما بیننده همیشگی یوتیوب کانال ما کنیه گوی بینجه برای محمود خان احراری. مثلا یک برآمد سلیمان سیدغوزی چند پول باشد؟ 100 سامانی. 100 سامانی. بله. شبنمی سریا سلیمان سیدغوزی رو مشهور کرد. ماشو بوسه نمیکنم نترسی. بینی اعضایان تئاتر سودی خندی کمان بخشیده به 1 اپریل به روز خنده. در همون رولی چیکار کرده اید؟ چهره شما، بودن شما این چی معنی دارد؟ برای کار کردن به تئاتر سودی خندین کمان بر نمیگردم. این طرف نرفت و حالا نرفتیم. این سخنهای مقیم جان هم چندین مراتب گفتگی. من از نام شما دست داده ایستادم. برمیگردیدم؟ برمیگردم. به همین سخنی من یک تا لایک میمونن خدا اگر خواهد. یک تا اینا و یک تا منبع مونتان هیچی. سلامت باشید. سلام با بیننده‌های عزیز و ارجمند ما. سلام با همون انسان‌هایی که از هر گوشه و کنار دنیا ما رو تماشا میکنید. من درود میگم به شما. زیرا این وظیفه من است. خورسند هستیم که شما بیننده همیشگی یوتیوب کانال ما یعنی یوتیوب کانال احراری چینل هستید و به خاطر شما ما آماده همیشه پیشنهادی نوارهای نو به نو هستیم. دوستان عزیز و ارجمند، اگر یادتون باشد 3 ماه قبل ما یک نوار یک صحبت رو منظور نموده بودیم با یک از چهره‌های شناخته که همون صحبت و همون نوار خلاص همون برنامه خیلی از نظر گذرانی شد، خیلی فکرها بیان شد و با وجود این همه گرچند که ما قریب 1 ساعت صحبت داشتیم نفرانی که تماشا کردن قانع نشدن، گفتن این صحبت کمی کرد، ما میخوایم که باز هم صحبت آرایید با همین نفر با سلیمان جان سیدغوزی. السلام علیکم. السلام علیکم محمود خان. السلام علیکم. سلامت. با این سردی ها نگاه نکرده، با این قدر برف نگاه نکرده با پیشنهادی ما نگفتید رحمتی کلام. کنیه گوی بینجه برای محمود خان احراری. سلامت باشید. یک سلام شما به بیننده‌های یوتیوب کانال ما. سلام و درودی به پایان به هر یک شمایان تماشا کنندگان شنوندگانی برنامه‌های بهترین محمود خان احراری. سلامت باشید. سلیمان کو البته از دیدن شما خرسند هستیم. سلامت باشید. طبیعت ببینید چه زیبا، سبز-سفید. البته منم شما امروز با خوردگی با خرسند محمود خان احراری اخوان برام دیان خونو کنده هم گفته. البته برای چی میدونید ما رو از اون طرف اکران صدها هزارها انسان ها تماشا میکنن. آخه برای اینقدر انسانایی که وقتشون رو صرف کرده ما تماشا میکنن، ما برای وها کار نکنیم عیب میشود. البته چی بنی ولی توری گفتید. به همین سخنی من 1 تا لایک میمونن خدا اگر خواهد. 1 تا اینا و 1 تا منبع مونتان هیچی. سلامت باشید. سلیمان کو عموما باریدن برف در خوجند کایها بود که راستی در خوجند برف نبود. من دوامی 2 روز است که در خوجند باستانی در کشور عزمون برف باریده است. همین باریدن برف با طبع شما چی تاثیر رسونید؟ همون محمود خان منم فکر کرده شتمو 1 2 روز 3 روز پیشتر بوده. خب شنیدم که هوا خنک میشه، سرد میشه و برف و باران میشه. گفتم نخواد تاجیکستان به برف بارد. فکر کردم من گفتم این به فکرم طبیعت زمستانش تاجیکستان فراموش کردگی. گفتن یه من برف هم آمد. بچه ها راستی هم برف بازی کردن، به فکرم امروز تراماتولوژی به مولتر بچه های بردن. برف علاقه بارید و با نام کشید کو هوا اینقدر هواهای طرفی روسیه برین انیما خونگی سخت نگی برف هم تو سوکاگ ایستاد علاقه نام کشید سختکک شد. بچه ها سخت رسیدنش نمیدوند کو حس نمیکند. همین برف قبضه کردن زدن این نشانه قبضه کردن زدن این نشانه فکر نکردن که این هم تو قرآنی مگر چند برابر وزنش زیاد شده رفته میزند گفته. بله از این خاطر هم باید با احتیاطکاری هم راه دیم. البته سلیمان کو من اینقدر دوتازی نورسان رو کودکان رو دیده ایستادیم که مثلا از باریدن برف اینقدر خرسندی کرده ایستادن، برف بازی کرده ایستادن. همین ها رو دیده مثلا اوانی کودکی خودتون، نورسی خودتون، زمانی برف بازی خودتون به یادتون اومد؟ بله برای چینی دوره های ما با برف مولتر میبارید. ما خورد بودگینده ما همون برف ها سیر آب بودن. البته همین چی که یافتیم همین ریزینه میوای فنیر می یا که یگان آهنی لغزان می همین بالای برف می لغزدگی باشد همه یافته هوای کتی بازی میکردیم. این طرف میغیجیدیم اون طرف غیجان بازی میکردیم. خیلی حاضر کنی این خیلی برف ها همینم گفتی روسا دیفیسیت. باید هم قید کنیم که
ҳозире ки мо навор гирифта истодем аксар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри хуҷанд аллакай барфашон об шудагӣ, лекин мо як ҷойеро пайдо кардем ки инҷо ҳоло ҳам барф аст. Агар саволе тавдид гардад ки инҷо куҷо аст, инҷо боғи ботаникии шаҳри хуҷанд, тарафи қисми хунуки шаҳри хуҷанд. ҳоли барфош поли об шудагӣ не. Саломат бошед. Хуб, Сулаймон ако, серкор ҳастед вақтҳои охир? хай кор мекунам, худо ба шукр. Бекор не? Не, бекор не. Саломат бошед. Ман дар боло қайд карда гузаштам, замоне ки он барномаро мо манзури омма намудем тавассути YouTube, тавассути телевизион, яъне он суҳбате ки 3 моҳ қабл бо шумо доштем, рости бисёр аз 500 чанд ҳазор, аз наздики 600 000 аз назаргузарон, яъне просмотр гирифтааст дар YouTube ва комментариҳоро хондам ман. Шумо вақт пайдо кардед хондед ё не? Мухобот мегӯяд комментари? Не, рости ман нахондам, не. Вақт нашуд? Не. ё ин ки ба ҳамин гуна мухоботҳо, комментариҳо ё шумо аҳамият намедиҳед? من محمود خان اینقدر همین اینترنت و اینقدر چی به شوق ندارم. یگان چی یگان مواد در کار شود میدرایم مینویسم، کافته مییابم، همه مواد میخوانم یا میبینم. هم تو هر روز من هر بار در آمده و کافته و خوانده و خیلی چی عادت نداری نه؟ عادت ندارم. بهتره. همونجا اگر اشتباه نکنم نزدیک یک ساعت صحبت داشتیم. نزدیک یک ساعت با شما صحبت داشتیم. هر اون انسانی که تماشا کردن اظهار قناعتمندی بیان نکردن، به چه خاطر؟ ما خاطر گفتن این صحبت کم است. نزدیک یک ساعت صحبت داشتیم، گفتن باز هم کم است. با این خاطر هم با گذشت 3 ماه ما تصمیم گرفتیم که یک بار دیگر همین چهره دوست داشته شما رو دعوت کنیم و تکرارا صحبت اورویم. من فکر میکنم امروز صحبت امروزی ما از صحبت 3 ماهینه دیده باز هم گرمتر میشه، گرچه که هوا سرد باشد هم برف باشد هم دیگه حرکت میکنیم که صحبتمون گرم شود. خدا خواهد. مثلا چش میکنیم؟ سلیمان اکو یادتون هست که همونجا با سوالهای من، به هر یک سوالهای من شما چی جواب داده بودید؟ بله یادم به هست. آن شخصانی که تماشا کردند، پدران، مادران، خودشان من شما با گفتگی بودم که من در چی خط سیرهای در شهری میگردم. بله بله، مارشروت کار برای بازار رفتن یا کار رفته آمدن با مارشروت های داخلی شهری میگردم. اکثریت به من گفتن ما تماشا کردیم، بسیار برنامه زیبا خوش دست گپ زدید، گوش کردیم، وقتی که اشک ریختید ما هم اشک ریختیم. تا همین درجه مخلصان از تحت دل تماشا کردند که تا حتی در وقت اشک ریختن من آنها هم اشک ریختند. این از یک جهت باعث افتخار، گوییم اشتباه نمیکنیم، باعث افتخار شما البته که شما رو تا همین درجه دوست می‌دارن که هنگامی که شما میخندید آنها میخندند، هنگامی که شما اشک میریزونید آنها هم اشک میریزونند. البته. خب سلیمان اکو، یک چند روز پیش یک رولик رو در اینستاگرام از اینستاگرام دیدم، خرسند شدم که شما رو بین اعضایان تئاتر استودیوی خندیکمان خرسند شدم و همان انسانی که الان ما رو تماشا کرده ایستادن اگر اونها دیده باشن، آنها هم دیده باشن، فکر میکنم آنها هم خرسند هستند. گرچنده که شما 3 ماه قبل گفته بودید که من بر نمیگردم. با کدام تئاتر برمیگردید؟ با تئاتر استودیوی خندیکمان یا اینکه کانا و دانو؟ البته برای مخلصان خب روز نمیکنم. من آوازی گفتید با کدام تئاتر برمیگردید؟ من نه با اینو نه با آن بر نمیگردم. بر نمیگردید؟ نه. اگر دعوت کنند هم؟ نه، دعوت کنند هم بر نمیگردم. برای کار کردن بر نمیگردم. بر نمیگردید؟ حالا هم بر نمیگردم. پس مادام که شما با تئاتر استودیوی خندیکمان بر نمیگردید، شما در همون رولик چیکار کرده اید؟ چهره شما، بودن شما، این چی معنی دارد؟ اگر شما مرا ناز گوش کرده باشید، من شما با گفتم که من برای کار کردن به تئاتر استودیوی خندیکمان بر نمیگردم. یعنی کار کردن من آن را در نظر داشتم که شتتی کاری از آنجا من استفاده نمیبرم.
لکن من شما گفتم خاطرتان باشد کجایی که دعوت کنن به برنامه‌های چی به برنامه‌ها همراه مقیم جان همراه گلبهار من برآمد میکنم گفتگی بودم برآمد میکنید ولی همچون کارمند رسمی من کار نمیکنم. دوستان عزیز ارجمند یگان گپ ندارم. دوستان عزیز ارجمند همون نفرانی که ما رو تماشا کرده ایستادید ما خود یاز عمیق و دقیق کردیم که سلیمان سیدغازیев با کدام راه با کدام واسطه همکاریشون رو شروع نمودند با تئاتر استودیوی خندین کمان. خب محمد خان حاضر همین سخنی که گذشت حاضر من پورا جواب ندادم برای سوال شما. برای پورا کردن من میخواهم گفته باشم سببی من با این گروه همراه شده رولیک پیشنهاد کردن. همین بله رولیک پیشنهاد کردن. خب این یکمش این که 1 اپریل بخشیده به 1 اپریل به روز خنده این برنامه کنسرتی تشکیل شده ایستاده است. خب دومش این که من چند وقت شد از آن فرصتی که من از روسیه برگشتم همه مخلصان همه روزه میپرسند که برای چی شما برآمد نمیکنید، برای چی شما تلویزیون نیستید. من گفتم خیلی حاضر آدما تلویزیون تماشا میکنن یا نمیگفتم همه طریقی و اینترنت گفتم از تلفن میبینن اکثریت میگن نه ما تماشا میکنیم تلویزیون تماشا میکنیم ما از یک کانال برنامه های پیشتری ما رو نمایش میدادیم. انت کم اینجا اگر خطا نکنم. بله اینجا آنجا چی گفتن مخلصان با وجود شما نیستید برآمدهای نو نیست ما هماهان تماشا کرده اولکای بهره مند گشته بسیار خرسند میشیم شما ما هر بار طریق تلویزیون دیده میستیم. برای همین هم برای خرسندی برای دلبرداری مخلصان عزیز که چند وقتها مرا پزمان بودند من راضیگی دادم که با اهل گروه همراه بخشیده به 1 اپریل در برنامه کنسرتی شرکت ورزم. بهترین یک سوال دیگر دارم. خب شما برگشتید با تئاتر استودیوی خندین کمان فقط با برآمدهایش برگشتید نه مثل اولی که مثلا رسما کارمند که هر ماه معاش میبراید من بعد درآمد شما از تئاتر استودیوی خندین کمان تنها از برآمدتون تنها از برنامه کنسرتی میگردد همینطور؟ بله همینطور. چه مقدار از یک برنامه کنسرتی؟ چند مقدار؟ چه مقدار مبلغ؟ یک برآمدی مثلا یک برآمدی سلیمان سیدغازیев چند پول باشد برای میلیون ها نفر من فکر میکنم شوق آور است. محمد خان احراری نباید که شما فراموش کنید از این گوشتان درآمد از ویش نبرد. سلیمان سیدغازیев تا همین زمان آن صنعتی که از جانب الله مهربان برای من تقدیم گشته است حالا نرخگذاری نشده است و نمی شود هم نمی شود. یعنی از همتشون یا اینکه چگونه؟ از همتشون خدا انصاف دهد همون شخصا به. خب دوامی مثلا 20 سال زیاد شما در همین جاده هستید درست؟ بله. تا امروز به هر معرکه هایی که میروید هر برآمدهایی که شما اجرا کرده اید گرفتن مبلغ تنها از همتی نفرانی که شما رو زکاز میکنه یعنی که طلبگار میشوند. بله من البته به یگان برنامه به یگان معرکه هایی که من برای معرکه های مردم شرکت می‌ورزیدم میپرسند اونجا میگویند چند سوم میشد. خب من میگویم خیلی چند سوم من چند سومی میگفتگی ما شما ماه گفته نمیتید هیچ وقت. برای همینم من نرخگذاری نمی کنم. همت از شما اگر مهنتی مرا شما قدر کنید مبلغی بیشتر میدید اگر قدر نکنید اگر اون طرفش از شما وابسته. مثلا شده از حالتایی که از حد زیاد قدر نکرد یعنی پولی ناچیز دادن چون شما گفتید از همتتون نگفتید یک مبلغی معین درست
بله شده از حالتایی که بله این حالت ها خب کمترینش سلیمان اکو شد روشن حرف میزنی کمترینش چند پول دادن 100 سامانی 100 سامانی بله چی جواب گردوندید هیچی جواب نگردوندم من علاقه برآمدم شدم من گسیل کردن گفتن همینه گیرید از نام ما خیلی گرفتم اونجا به علاقه یگان حاجتی بحث کردن حاجتی من اینه نمیگیرم این من به کم دادی اینو وای نبود حالا شخصیت هایی هستند که برای خدمت مردم میروند پیشکی میگویند فلان سوم میشود پیشکی پیش پرداخت میکنی بعد من رفته خدمت میکنم درست با همین گونه انسان ها فکر شما چگونه است با همین گونه ایجادکارا با همین گونه صنعتکارا فکرتون چگونه است خیلی هر کسی که وجدان خودش که کار میکند و هر کسی که چی مهنت خود را طلب میکند خیلی رویانده گیرد آشش شود خب شما به پیش پرداخت به دفترتون می نویسید که کدام روز به پیش پرداخت بدون پیش پرداخت یعنی به زکالات می نویسم حالتای میشد می نویسم رفت با 2 روز یا 3 روز مونده است به همون توی زنگ میزنن که بخشیشو همین حالت هم میشه بله این حالت های هم میشه امروز واقعا هم زیاد هستند مثلا نفرانی که اگر به توی شما دعوت کردنی باشید باید پیش پرداخت کنید باید همون مبلغی که اون نفر گفتن باید پرداخت کنید و این گونه ایجادکارا البته کم هستند همون صحبتی که با شما 3 ماه قبل آرستیم واقعا هم صحبت عجیبی بود این فکری شخصی من برای که میدونید هم لحظه های حجوی داشت هم لحظه داشت از حیات شخصی شما هم لحظه های تربیوی داشت هم لحظه های تأثیر بخش داشت مثلا زمانی که شما اشک ریزوندید این اشک طبیعی بود درست ما مثلا پیشگی از شما التماس نکردیم که یک تایم این برنامه و گیره کرده تید نگفتیم درست طبیعی بود هزارها نفر کامنتار نوشتن من وقت پیدا کردم خوندم اونجا میدونید 99.9% که کامنتار یعنی مخابات نوشتن گفتن همه سلیمان اکو التماس برگردید سلیمان اکو التماس به خندینکمون برگردید التماس به خندینکمون برگردید یعنی همه التماس کرده ایستادن گرچه که آمدن شما با آنها یگان فایده نیست از جهت مالیوی اما از روی مخلص از روی دوستداری همه طرفداری برگشتن شما به تئاتر استودیوی خندینکمون سلیمان اکو آشکارا حرف میزنیم شما گفتید برآمدی من هست در تئاتر استودیوی خندینکمون سنه 1 اپریل درست 1 اپریل که روزی کاری هست برای همین هم 31 مارت باید برگزار گردد برنامه کنسرتی بخشیده به روز خنده و 1 اپریل بهتره مبادا در برنامه‌های من بعده در کنسرت‌های من بعده تئاتر استودیوی خندینکمون هم ما چهره شما رو دیده میتونیم هنرنمایی و هنرورزی شما رو دیده میتونیم وابسته به مخلصان اگر مخلصان بسیار طلب کنند برای چینی بهترین جواب شد من نزدیکتر میارم به نزدیک کامیرا و میگم که اگر شما طرفداری برگشتنی سلیمان جان سیدغوزیف با تئاتر استودیوی خندینکمون باشید پس مخلصیتون رو محبتتون رو مهربانیتون رو نسبت همین هنرمند کم نکنید دستگیری کنید طرفداری کنید و پایان کامنتار یعنی پایان نوار نویسید که شما درختن مخلص هستید برمیگردیدن گفت نه برمیگردم من از نام شما دست داده ایستادم برمیگردم برای پر کار کردن نه مایلش برمیگردم برای آنی که مخلصان طلب و خواهش کنند به برنامه کنسرتی آمده اشتراک کردن لکن برای مثال من تئاتر استودیوی خندینکمون در رفتی چی کاری خود آنها دارند سفرهای هنری به پایتخت شهر دوشنبه به شهر و ناحیه‌های تابع مرکز به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت من به یگان جا نمیرم و من جهتش از خوجان بیرون نمیبرای نه من فقط برای مخلصایی که همینجا با گفتم مالش من 1 اپریل به برآمد میکنم لکن من دوشنبه را
این طرف رفت اون طرف رفت من فرصت ندارم چون که من خودم کار میکنم من کاری دولتی میکنم خب کاری دولتی رو زمان قبلی هم سالهای گذشته هم میکردید مثلا همون سال زمانی که شما در تئاتر استودیو خانیکمان بودید همون سالها هم شما کار میکردید کو کار میکردم و واحدی کاری آنجا وابسته به طلباتی قاعده و قانونی دولتی بود اگر من در تئاتر استودیو خانیکمان مثال یک استافکه پوره داشته باشم 025 این بود در آن مؤسسه‌ای که من کار میکنم شما با تئاتر استودیو خانیکمان رسما میآیید نمیآیید این برای بیننده‌های ما برای مخلصان شما تماما مهم نیست مهم یک چیز است که شما رو در برنامه‌های کنسرتی تئاتر استودیو خانیکمان بینه همین چیز مهم است من کوشش میکنم فرصتی خود را یافته اگر شبانه باشد هم بیرون اساتی کاری باشد هم همون سیناری ها رو از خود کرده تیار شده یک روز موافقه کرده رفته با آنها به صحنه تیار شده برآمد کردنم ممکن بهترین ما امید نیک داریم که همین هنرمندی دوست داشته شما همین چهره شناخته کشورمان البته محبت شما رو مهر شما رو دستگیری شما رو البته به نوبت میگیرند محبت شما رو به زمین نمیگذارند مخصوصا برای شما البته برمیگردند برای مخلصان برای مخلصان خب چشمم افتاد چند نفر آنجا نویستند که محمود خان چرا نپرسیدید که مثلا چرا از تئاتر استودیو خانیکمان رفتند این وظیفه من درست این شاید کم بودی من باشد سخن آنها رو با اینو بعد گرفتم و الان از شما پرسان شده هستم چرا رفتید سلیمان اکو چرا رفتم از حساب کار رفتم از حساب کار یعنی با فدراسیون روسیه نه از حساب کاری که من کار میکردم هم در اکسپرتیز طبی سعودی ولایت سوخت و هم در خانیکمان من مادامی که در اینجا کار میکردم گفتم که واحدی کاری من برای موافقه همان طلباتی قاعده قانونی دولتی بود سبب من خواستم که پوره در یک جا باشم در یک جا کار کنم من عریضه خود را نوشتم از تئاتر استودیو خانیکمان با پورگی گذاشتم به مرکزی دولتی اکسپرتیز طبی سعودی ولایتی سوخت این مبادا پرسیدن عیب ندارد این جواب شما بدون استفاده هنرهای اکتوری یعنی که این طرف نرفت رسیدن مبادا برای جواب دادن به سوال این طرف کجا رو نه حاضر من شما مقصدی من رو فهمیدید نه فهمیدم با سوال من شما بدون استفاده هنرهای اکتوریتون جواب داده اید من گفتم چرا رفتید تئاتر استودیو خانیکمان بدون هنرهای اکتوری بدون استفاده هنرهای اکتوری بدون استفاده هنرهای اکتوری اگر ما ساده تر گردیم سبب ماجرا جنگ و جنجال مبلغ یک دیگر نفهمی نه شما گفته گذاشتم کو من اون سنتی که خودم دارم مبلغ گذاری نمی کنم تمام ما نرخ گذاری نمی کنم نرخ گذاری ما همون سوال هایی که شما رو به تشویش میگذاشت حرکت کردیم که از سلیمان جان سعید غوزیف پاسخ گیریم همون سوال هایی که برای شما شوق آور بود دانستن میخواستید ما وقت پیدا کردیم گرچند که هوا سرد است من که در بالا قید کرده گذاشتم نابسته به حرارت هوا نابسته از روز و ساعت نابسته از امکانیت ها ما همیشه حرکت میکنیم که انتخاب شما رو پیشنهاد شما رو به درجه اول گذاریم چی گفتید سوال های مخلصان عزیز و صحبت های ما نمیگذارد که ما در سردی خنک خوریم بله گرم شدیم گرم اگر خواهید یک برف بازی هم میکنیم نه خیلی برف بازی بدین شم میستیم همجا صحبت درست
خاننگی خیلی عمده من یک کسی نیست عمده خبر گفته برو من. خب سلیمان اکو شما واقعا هم هنرمندی دیگر هستید. تشکر. از نقطه نظر شما، از نقطه نظر خود، چرا دیگر سلیمان روی صحنه تا همین روز ناآمده ایستاده است؟ ما در ولایت سوخت نداریم دیگر سلیمان سیدعلی که مثل شما برآمد کنن، ابرازهای شما رو مثل شما اجرا کنن. درسی سرود گویی همش میگوید تو مخاطب کده با کدام سه بیانی حافظ این سیپنده. خدای درسی سرود نمیدونه حافظی که مانده است. تلفن تا ما غالب جا ما تلفن تا درس به تلفن ممکنه گفتگی. خدای تا کی من زیغ میکده باشه همه. آفرین خدا کد به معنی ده دخترم خدا به معنی. پیشنهاد با بیننده یوتیوب کانالی اهراری چنل میخواد که تجارتتون دوچند و دهچند رشد کند. پس ما میتوانیم که در سال 2024 همه نمودی رکلامه های شما رو در داخل برنامه‌مان جای دهیم و برای پیشروی تجارت شما چند کرته سهممان رو گذاریم. پس اگر خواهید که رکلامه های شما در داخل برنامه ما باشد با این رقم ها زنگ زنید. منم طرفدار همین بودم. شما طرفدار؟ من بیاید یک لحظه دور شوم و شاید که یگان نفر سلیمان دیگر به صحنه آینده همین مهارت ها را باز ادامه دهد، تلقین دهد و در صحنه هنر برای مردم خدمت کند. لکن میگویند این سخنهای مقیم جان هم چندین مراتب گفتگی نیپفتری میخنیت. چی میگوید؟ تکرار نشونده. خب چرا خودتون مثلا یگان نفر رو جستجو نکردید و آماده نکردید، یعنی شاگرد تیار نکردید؟ برای چی؟ بودن شخصیت هایی که گفتن مرا شاگرد گیرید. نوار برداری مفته ایستادن کمتر این طرفتر میان کردی بین کردی راه رویتون افتاسیان. سخنه ما همین قدر گرم شده است که راه برامده برافسادیم دیگر طرفتا. یک تا موبینجام رحمت گفتمونیم موبینجام خونو نخوردید می دوستم؟ در همین سردی ها من فکر میکنم خودتان خونو خوریدم امی اپرات عدستان فرامده نروشت شد. لیکن رحمت کلام با همین انسان که البته سر تشکر رحمت در پهلوی ما ایستادگی کرده ایستادن. بله. سهم اساسی رو همین نفر گذاشته ایستادن برای روی اکرام برآمدن همین صحبتی ما. بله مبین جان زکادرم میگن همین مبین جان بناگاه سایتشون یاویتان یک 10-12 تا لایک زده پرتایتان هم نقص. هیچی. سلام علیکم. صحبتمان آیدی شاگرد بودن شخصیت هایی که آمدن نزد من گفتن مرا به شاگردی گیرید. خب برای شاگردی به شاگردی گرفتن اگر آن شخصی که از آن طرف مهارت اختیاری ندارد خب چه خیلی وی زده شما شاگرد کرده همین راه به میدرارید. بودن نفرانی که مثلا شما امکانیت دادید، یک بار یاد دادید، 2 بار یاد دادید، یعنی آموزانیدید، دیدید که یگان نتیجه نیست. بودن همین گونه شاگرد ها؟ بودن یک نفر 2 نفر بودن. بله. چند قدر وقتی خودتون رو صرف کردید برای آموختن همون نفر؟ من حساب نکردم محمود خان. تقریبا یک سال یک سال نه ولی مادامی که علاقه خودش از همون رفتار و از چهره و از اجرایشی همون نقش معلوم میشد که همون شخص آینده دارد یا ندارد یا که یگان مهارت دارد یا ندارد علاقه معلوم میشد خودش. من شخصیت های هستند که دانشگاهی صنعت را ختم نمودند، دیپلم دارند، امروز ها کار میکنند در یگان در دیگر جدا یا که میرن کار میکنند در یگان مغازه یا که فروشنده. انمیتر شخصیت هایی که اینستیتوت صنعت را نخواندند و دیپلم ندارند همیشه سراینده میشوند که مخلصا دارند، همیشه هنرمند میشوند که مخلصان دارند. انا همین بر این گپ همین خیلی ممنون. شما مثلا یک حجت دارید که رابطه دارد با صنعت؟ بله من حجت چی حجت؟ حجتی من ختم کرده کالج صنعتی به نام صادرخان حافظی شهر خوجند هستم.
یگانه حجت شما همین بله رابطه علاقمندی به دارد صنعت. علاقمندی دارد به صنعت صنعت. بله. خب سلیمان آقا امروز به توی ها رفته ایستاده نه حالا نرفتیم خب بعدی برگشتنتون از فدراسیون روسیه حالا نرفتید حالا نرفتم راستی گپ عروض کردن چی لازم زنگ‌های تلفنی زنگ‌های تلفنی میشوند خیلی میپرسند حالا فرصت هست آگوست ایول ماه به الکی پیشکی شما نوشتید حالا لکن نرفتید نه من گفتم خیلی من حالا یگان دیگر جاها به وعده ندادیم همین روزی شما گفتگی به من قید کرده میمونم لکن فرصتش نزدیک شود اقلا یک ماه موندگی به بعد باز صحبت میکنیم باز انیق میکنیم سببی تو هنوز نرفتنتون فوتیدنی والدین بله هنوز هم همون بله بله خب اومد چند سال باز شما به توی معرکه رفته هستید میروید اومد چند سال اینجا نی حساب نکردم تخمینا ممکن 15 سال باشد قبول 15 سال اینجا نی شما به توی معرکه رفته ایستاده اید بله از نقطه نظر خودتون همین توی روی شما تا کی دوام میکند باز چند سال دیگر این گونه فکرایی که من سینو سالم کلان شده ایستاده است تا کی باشد به توی رفتن تا کی باشد مثلا سرود خواندن و برآمدن و رقص کرد همین گونه فکرها مثلا گاه به سر خودتون میآید سلیمان آقا یا اینکه نه گاه میآید لکن خودم را باز چی تسکین میدید چی آروم میکند پریمادونی تاجیکی ما پریمادون سریا قاسمова اپای سریا قاسمova من اپا جان خودم من بسیار احترام میکنم اپای سریا اهل عائله آن کس را بسیار احترام میکنم خب من طولی چندین سال است بهر خلق و وطن خدمت میکنم خدمت های شایسته من یک دخترشان چقدر تاجیکستان را به دیگر دولت ها معرفی کرد من بسیار خرسند هستم من مخلصی همه روزه اشدی سروده های بهترینی سرایا اپا بودم من باز این طرفش مخلصی اشدی فرزندانی آن کس سروده های فرزندانی آن کس هستم بهترین من پریمادونی ما حالا هم سرود میخوانند محمد چوکا دست معرکه ها میرن من از پی اپا جانی عزیزم ای سلامت خب سریا قاسمova گفتید و خاطرم اومد یک تقلیدکاری شما شبنمی سریا رو چند سال قبل همون نوار همون برآمد باور میکنید سراسری کشور رو فرا گرفته بود بله همون برآمد شما سلیمان شبنمی سریا رو شهرت یار گردونید یعنی پاپولار نگردونید یا اینکه برعکس کی رو مشهور کرد ممکن باشد که هم اینو هم آن ممکن باشد که شبنمی سریا سلیمان شبنمی سریا سلیمان سیدغوزیفی رو مشهور کرد در گوی هم میشود ولی اگر امکانیت میشد ما از شبنمی سریا هم میپرسیدیم راستی ولی برای چی نه من میدونم که مثلا همون تقلیدکاری شما رو و چند برآمدهای شما رو شبنمی سریا دیدن مخلص شما بله دوستی دارید دوستی دارم گاه زنگ میزنیم خیلی از خودشان نباشد هم از مادر پرسان میشوم از اپی سریا از اکی پولاد عائله اپی سریا پرسان میشوم حال پرسی میکنم بهترین بیزار رابطه شما هیچ کنده نشود خب برمیگردیم به موضوع توی چی حالتهای عجایب شده است در توی معرکه با شما مادری 39 سالشان کلان صاحب معرکه آمدن دستشان به یک متریالی نمیدونم 3 متره باشد 4 متره باشد آوردن خیلی من صحنه به برآمد کردم سرود تقلیدکاری با سرود خیلی مدام که من سرود میخوانم خودم رقص هم میکنم میدانید کو همش قاعدوی آمدن رحمت بچم رحمت هم تو پرتفتن پهلوشان با یک نبیرشان هست نمیدونم وای هفتم خان باشد هشتم خان باشد مکتب خان همراه آچش بود بعد گرفتن من هم تو کشیدن یک تا بوسه کردن ماش می بوسه نمیکنم نترسید
خب خب کشتن یک تا بوسه کردن نبیرشان او چه این مردک این رو طرفتان من خودم نقص میدانم یک لحظه بسیار میشود همین گونه حالتایی که مثلا شما رو در حقیقت هم جنسی زن فکر میکنن همین گونه حالت بسیار میشود. این حالت یک مرتبه در شهری دوشنبه در مرکزی پایتخت آنجا برنامه کنسرتی داشتیم. همین حالت شدگی دو نفر دوگانه ها میآیند بلیت میخرند. یک تاشون یک گلدسته کلان میخرن میگن این تو کی بمیتی و میگه اکای سلیمان رو تقدیم میکنم ایروش بوسه میکنم. بعد دوگانش میگه نمیتونی میتونم من همین کار میکنم. همین صحنه به بوسه میکنی اکای سلیمان ها همین گل میتی هم بوسه میکنم. ای دوگانش میگه نمیتونی میتونم. دو کس خلاص همین بحث میکنن بعد در آمده میشنن تماشا میکنن. در یک حالتی میشود که صحنه میبازیم و من خودم تنها میمونم صحنه به در نقش خودم. خب وای دختر دویده میبراید گل میتیدو آنرون بوسه میکنه. مزال گر قرصه هشتا کشی خیلی میشد. وای دختر یانم به میستدو یک بعد فرامده میره. یعنی که گفته خودش اجرا میکند. بعد از انجام برنامه کنسرتی ما بعد دو نفر دوگانه ها آمدند. وای دوگانشان گفت من شرط بای دادم. گفتم چی شرط بود؟ گفتن این دوگانه هم گلدسته برآورده داد شما بوسه کرد. همه دیدن همه قیچی قرصک زدن. گفتم ها همه خیلی شد. انا همون ما بسیار هم بحث کردیم بین همدیگر که من گفتم نمیتونی این گفت من همین کارو میکنم برآمد همین گفتش کرد. بهترین مهمش شما سلامت باشید رحمت زنده باشید رحمت بودن شما سبب میگردد برای از غم و غصه از تشویش‌های زندگی دور شدنی هزارها و میلیون‌ها نفر. ما راستی همون ابراز شما رو همون آواز شما رو همون برآمدهای شما رو یاد کردیم. من یکی رو میخواستم چون ما رو توسط یوتیوب بسیارتر تماشا میکنند. الان ما 60,000 زیاد از 60,000 ابونچی داریم و یک مقصد ما همین که همین ابونچی ما 100,000 شود. همه یک التماس کنید. التماس با همون ابراز خودتان با آواز خودتان که جنگ کرده دیدم مایلش همین با یوتیوب کانال ما ابونچی شوند. های 61 کمش خودم فهمیدی تامید دوگانه ها مادرها پدرها دادرها همین محمود خان به کدامتون آبون نشویدن گوشتان میبرم ها زیکتی یا قیچی یا کارت کتی. سلامت باشید. رحمتی کلام سلیمان کو با این سردی ها نگاه نکرده. اصلا اینجا جای عاشقا بسیار میآیند لیکن ما از بس که اینجا برف هست همین نقطه رو همین جا رو انتخاب کردیم. همه یک دوره های عاشقی یادآوری کریم یا محمود خان چی شده است؟ هزار رحمت. محمود خان باشیم ما هم باشیم و شما هم باشید. باشیم باز باشیم. این همین قدر مخلصات تماشابینای یوتیوب سرش کجا میزنه ثانی محمود خان اگجا یاویم گفته درست. ما رو تماشا میکنن به طفیل شما. تشکر زیاد. ما رو هم تماشا میکنن با طفیل شما. سلامت باشید. اگر شما این برنامه ها رو نکنید از کجا ما تماشا میکنن؟ هزار رحمت. شما ما هم نباشیم شما هم تماشا نمیکنن. آره من گفتم دادم که ما رو تماشا میکنن با طفیل شما. این وابسته به هر دوی ما. بله. تشکر. همین گونه هنرمندها هستند که مهنت همدیگر رو زحمت یک نفر رو قدر میکنند. من بسیار میخواستم که همین گونه هنرمندان زیاد گردن صفی همین گونه هنرمندانی یک دیگر فهم زیاد گردن. البته رحمتی کلان میندار من شما رو تبریک میکنم و علاوه خصوص مخلصان شما رو تبریک میکنم با طفیل برگشتنتون. سلامت باشید. همون گپ سلامت باشید. 31 حالا محمود خان احراری باز می بیان برنامه کنسرتی به باز نوارهای بهترین برای شما پیشکش می نمایند. سلامت باشید. اکنون مراجعت میکنم با اونایی که از اون طرف اکران ما رو تماشا کرده استودید خاطرتون رو جمع کنید. این شب گوییم نغز یک بر راحت خوب روید. سلیمان سیدغوزی برگشتن به تئاتر استودیوی خندیک اما من بعد ما این نفر رو این سیمای
دوست داشتهتون این هنرمندی دوست داشتهتون رو در هر برنامه‌های تئاتر استودیوی خانیکا ما خواهیم دید. سلامت باشید. برای تماشا کردنتون رحمتی کلون. اگر بی‌مالال باشه یک تا لایک. سلامت باشید.